بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا الله. خستگانم خستگانم ایام درمان خواهد آمد. غم مخور غم مخور غم مخور، آخر طبیب دردمندان خواهد آمد. آنقدر از کردگار خویشتن امیدوارم که شفا بخشم دل امیدواران خواهد آمد. دردمندان مستمندان بی پناهان را بگوی منجی عالم پناه بی پناهان خواهد آمد. به خدا مردم آقا میاد، به خدا عاشقا آقا میاد. یکی از کسانی که شرفیاب شد، محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری اسماعیل هرقلیه. هرقل یکی از دهات و قریه های اطراف هلت. اسماعیل یکی از بندگان خداست
ساکن در اون قریه زارع یا آدمیه در این قرآن زندگی میکند. یه زخمی روی ران پای راستشم، هر سال فصل بهار که می شود این زخم شکافته می شود، خونابهش میاد ناراحتش می کند. خب یه آدم زارع و یه آدم کم درآمد و یه آدمی که از نظر مالی وضعش عقب افتاده، این چقدر میتونه مگر خرج حکیم و دوا کند؟ یه روز دیگه به سطوح آمده بود، آمد هلم پیش بزرگترین عالم شیعه هلم مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه. گفت آقا من که وضعم خیلی بدم، این زخم پامم منو ناراحت کرده. آقا شما که با این اطبا و دکترا آشنایی بیشتری دارید، میتونید از این آشناییتون به نفع من ناتوان استفاده کنید. با آغوش باز و روی باز فرمود مانعی نداره اسماعیل هرقلی. اطبای هله رو آقا خواست، ایادتی کردند و دیدنی از پای بنده خدا. همگی بالاتفاق گفتن باید زخم روی ران پای بنده خدا بریده بشود و برداشته بشه، و اگر این زخم رو ببریم و برداریم این رگ اکحل که درش در این رگ روی پاش بریده میشه، خونریزی زیادی خواهد کرد و این خواهد مرد. چون ما وسیله دوخت این رگ رو نداریم، نتیجتا مایوسش کردن از معالجه. اسماعیل هرقلی خیلی ناراحت شد. سید ابن طاووس تا دیدی بنده خدا متأثر شد، گفت اسماعیل من چند روز دیگه میخوام برم بغداد، کاری دارم، حاضرم تو با خودم ببرم بغداد. اطبای بغدادم پای تو رو ببینن، شاید اونا بتونن معالجه کنن. اسماعیل خوشحال شد، در خدمت این عالم بزرگوار اومد بغداد. اطبای بغدادم پاشو دیدن، همون تشخیص اطبای هله رو تأیید کردن. گفتن اطبای هله درست فهمیدند و گفتن راهش همونه. لا اله. اسماعیل سخت ناامید و مایوس شد. گفت آجان سید ابن طاووس، شما یک چند روزی در شهر بغداد کارتون رو انجام بدید، از این فرصت منم یه استفاده می کنم. اگر اجازه بدید این چند روزی که شما اینجا هستید منم برم سامرا یه زیارت از قبر امام هادی و امام عسگری بکنم. فرمود برو. اسماعیل هرقلی اومد سامرا، یکی دو تا آشنا داشت اونجا. اونها هم وقتی وضع پاشو دیدن
و مایوسی شو از معالجه خیلی ناراحت شدن برام. اسماعیل ارغلی میگه یه رو از حرم اصغریین علیهم السلام بیرون اومدم، با خودم گفتم یه پا برم در سرداب مقدس امام زمان. اونایی که مشرف شدید میدونید من چی میگم. 10-15 تا پله میخوره میره پایین سرداب. اسماعیل پاش خیلی ناراحت بود، اما گفت هر جوری هست از این پلا میرم پایین. همین جوری که میرم پایین پاشو میذاش روی پله، درد میآمد، از این جگر صدا میزد یا صاحب الزمان. میگه من رفتم پایین، اعمال سرداب انجام دادم، از سرداب اومدم بالا، دیدم از این زخم پام خوناب زیاد اومده، لباسام ملوث و کثیف شده. گفت با خودم گفتم برم کنار این دریای دلم، دم دروازه سامرام، یه خورده لباسمو بشویم، یه خورده پامم شستشو بدم، خودمو تمیز کنم، خیلی کثیفم. گفت اومدم لباسمو شستشو دادم، انداختم روی سنگای کنار دجله خوش بشه، پامم تمیز کردم. هنوز یه خورده لباسم مرطوبی بود، خوش نشده بود، تنم کردم. یواش یواش می اومدم طرف شهر، یه وقت دیدم 4 تا عرب سوار بر 4 تا اسبن دارن میان. یکیشون جلوه یه جوانیه مثل قرص قمره، ای قربونش بشم، ای فداش بشم. 3 نفرم دنبال سرشن، یکی از آن 3 نفر یه پیرمرد موقر محاسن سفیدیه. گفت یه وقت دیدم این جوان اومد از جلو من رد شد، یه نگاه مشفقانه‌ای به من کرد و یه سلامی کرد. من جوابش دادم. یه وقت اون جوان بعد از سلام به من فرمود، به اسما صدا زد، اسماعیل چه بابا؟ گفتم آقا ای پام ناراحت از زخمه، دکترها جوابم کردن ناراحتم. گفت همینطوری که سوار اسبش بود خم شد، دست راستشو گذاشت رو زخم پام، از رو لباس یه فشاری داد، فرمود اسماعیل انشالله پاد خوب میشه. سوار اسبش بود و رفت. یه 2-3 قدمی که رفت و پیرمردی که دنبال سرش بود باز اومد رو به اسم صدا زد. گفت اسماعیل نشناختیش؟ گفتم نه. گفت آقاته. گفتم آقام کیه؟ گفت امام زمانه ده. های 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 های. گفت دویدم جلوم، رکابشو گرفتم، فرمود اسماعیل برگرد. گفتم نمیرم آقا. فرمود بر میگم برگرد. گفتم نمیرم آقا. دفعه 3 فرمود. یه وقت دیدم و پیرمرد خطاب به من کرد. گفت اسماعیل حیا نمی کنی؟
3 مرتبت امام امرت میکنه برگرد، چرا اطاعت نمی کنی؟ یه وقت متوجه وظیفم شدم، دیدم راست میگه، ایستادم. اما چه ایستادنی؟ پیکرم اینجا ایستاده اما روحم داره با آقا میره. ای ساربان آهسته رو، ای ساربان آهسته رو، آرام جانم میرود. آن دل که با خود داشتم، با دل ستانم میرود. آن دل که با خود داشتم، با دل ستانم